پولشا روز 25 سپتامبر مصطفی حیاتوف یک عضو سازمان اپوزیسیونی گروه 24 را از قلمروش اخراج کرده است. همسفان حیاتوف میگویند که پولشا او را به تاجیکستان استرداد کرده است و این نخستین مورد استرداد یک طرفدار مخالفین تاجیک از اروپا است. در این باره دفتر مطبوعاتی گروه 24 خبر داده نوشته است که استرداد مصطفی حیاتوف به تاجیکستان شکنجه و ظلم و حبس طولانی را در پی دارد. وکیل دفاع مصطفی حیاتوف اخراج او از قلمرو پولشا را تصدیق کرده است، اما گفته است که این کار بدون آگاه کردن او صورت گرفته است. گفتنی است مصطفی حیاتوف سال 2016 به پولشا پناه آورد، ولی 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را طبق پیمان دوبلین به مقامات لهستان، کشوری که حیاتوف نخست توسط آن وارد قلمرو اتحادیه اروپا شده است، سپردند. حیاتوف 1 سال و 3 ماه در انتظار بررسی پرونده اخراجش در بازداشتگاه موقت مهاجران و پناهجویان رو به اخراج در ورشوا قرار داشت. طول چند مدت با اظهار ناراضگی به تصمیم استردادش از جانب مقامات لهستان گرسنه‌نشینی هم کرد. فعالان حرکت سیاسی گروه 24 در مورد استرداد مصطفی حیاتوف با نمایندگان لهستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئله گذاری کرده بودند. نمایندگان حکومت لهستان در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفته بودند که این قضیه را پیگیری می‌کنند.